السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نادر مزاری شریف، آوازخوان شناخته محلی و مردمی تاجیک، سابق راهبری گروه هنری سازی و آوازی با نام الهام نزد ریاست فرهنگی ولسوالی کالخازآباد ولایت قرغنتپه جمهوری تاجیکستان. من میخواهم با فرمایش حاجی قربان علی میخواهم یک چند شعرهای ایجاد کرده خود را که از درد رنج ماجری در جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد کردم برای یادآوری ثبت آواز کنم. بهاری عمر، زندگی باری گران است بگذرد، عمر یک آبی روان است بگذرد. نوجوان بودیم گشتیم موسفید، نوبهارم رفت خزانم بگذرد. دولت دنیا با کس نکند وفا، همچون ابری آسمان است بگذرد. قدرتی در روزه را مغرور مشو، چون ز حق یک امتحان است بگذرد. ای مزاری از غم دنیا منال، چون خداوند مهربان است بگذرد. بهاری عمر، زندگی باری گران است بگذرد، عمر یک آبی روان است بگذرد. نوجوان بودیم گشتیم موسفید، نوبهارم رفت خزانم بگذرد. دولت دنیا با کس نکند وفا، همچون ابر آسمان است بگذرد. قدرتی در روزه را مغرور مشو، چون ز حق یک امتحان است بگذرد. ای مزاری از غم دنیا منال، چون خداوند مهربان است بگذرد. دیده اشکبار، با دیده اشکبار نالان گشتیم، با چشم پر انتظار پریشان گشتیم. با خون جگر کباب دگدان گشتیم، با صد علم دیده گریان گشتیم. قوما همه انتظار، ما خاطر جمع کپگان رمیده در بیابان گشتیم. روزی که با کار خانه باشیم مشغول، گویا گل پژمرده ز باران گشتیم. گر ما با وطن رسیم با صلح و اتفاق، گویا که با تخت ملک سلیمان گشتیم. ای نظر مزار، بیا تو خوشخوانی کنیم، شاید به مراد دل روزی برسیم. با ماجران تاجیک در این دشت بیابان مرغزاران تا بکی باشیم، با حال زار و دل پرخون پریشان تا بکی باشیم. با نان ماجری و شوله بگوشت، با خیمه های ببرق عاجز تا بکی باشیم. برادرها مادرها همه چشم انتظار هستند، چه تخمی زیر بال مرغ آتش سوزان تا بکی باشیم. اگر مردیم در کوه و وطن یا دشت صحرایش، چه گویا لاله بشکفتیم در دشت دمن باشیم. اگر این خاک افغان جملگی در یمن گردد، با امید همان خار لب جوی وطن باشیم. نباش ناامید مزاری تو از درگاه حق تعالی، که یک روز شود با امر خالق در وطن باشیم. دریغ صد دریغ از یار و دوست خود جدا گشتیم. با حال زار و دل پرخون پریشان زار نالان پایبند گشتیم. غریب و ناکس و گمراه گشتیم با این موی سفید خود. با یاد قوم و فرزندان همچو فرهاد شب تا سحر نالم، که شب تا روز بدارم با فکر یار و دوستانم. زیدیده اشک میبارد با یاد لاله‌زار خود. اگر پرسند چرا دل تنگ، این همه خود را عجب گمراه میبینم. خداوندات یاری را به وقتی مرگ ایمین دار، که خود را از سگانی عاصی درگاه میبینم. کریم دیوانه، سلام دوستی کردن به مردی رهگذر حیف است. طریق علم آموختن به شخصی گوشکر حیف است. تو علم فضل آموزی به مثل شمس تبریزی، با دانا صحبت انگیزی به نادان چشم سر حیف است. بهاران رفتن غلفت، تابستان گوشه مهنت، زمستان بستری راحت به تنبل خاکی تر حیف است. تو هستی صاحبی ادراک، با انجیر و انار و تاک، به هر درخت میواناک زدن زخمی تبر حیف است.
چو مهمان خانه‌ات آید خوراک عزتش باید و غیر اینا خلف آید و سوی او نظر حیف است با ملا ساله باریک با بافنده چهی تاریک تگی چادر زنی تاجیک با جاهل خاکی تر حیف است کریم دیوانه حیرانم با زیر ظلم انسانم با هر جایی که می خواندم لجام زر با هر جایی که می خواندم لجام زر بخر حیف است ای دل مهربان شاهی سلامت شاه زاده ای دل چرا تو خسته ای در عشق دنیا رفته ای رو راضی اغبا کنده ای آخر دم بیدار شو دنیا عروسی دلبر است بر ناکسان تاجی سر است بسیار به حد دلبر است آخر دم بیدار شو نالان گریان می روی از پیش قوما می روی از خود پشیمان می روی آخر دم بیدار شو رو سوی قبرستان نگر از مستی بیجا گذر زیرا که هستی در سفر آخر دم بیدار شو از مال دنیا میبری 3 متر سانی کفنی آیا که او را هم بری آخر دم بیدار شو بر مهربان شاه یا اله رحم بکن بحری دوا از بس که هستم پر گناه آخر دم بیدار شو مولانا شمس تبریزی با کنج عافیت بنشین با وقتی مرگ درمانی اگر پیری کنعانی با وقتی مرگ درمانی اگر تو شاهی شاهانی اگر تو ماهی تابانی اگر تو مل مرجانی با وقتی مرگ درمانی قبوهی سبز می پوشی شرابی شوق می نوشی عجل کردی فراموشتی با وقتی مرگ درمانی قلندروار می گردی اگر در راه حج مردی اگر 100 بار حج کردی با وقتی مرگ درمانی قبوهی سبز می پوشی شرابی شوق می نوشی عجل کردی فراموشتی با وقتی مرگ درمانی اگر چق و الواندی اگر 100 دیو را بار بندی اگر فرهادی کوه کندی با وقتی مرگ درمانی اگر تو شمسی تبریزی اگر شهد و شکر ریزی بکن هر دم سحر خیزی با وقتی مرگ درمانی بگشا در این میخانه را مستانه شو مستانه شو بگذار چون هوشیاری را دیوانه شو دیوانه شو عقل است اسای جسم جان به عقل باشی در گمان رو علم و معرفت بخوان عقلانه شو عقلانه شو در ساحل غافل زدر از ناکسان خود را ببر در تحت دریا است دردانه شو دردانه شو اهل خیرت را دائما میدان بر خود رهنما از ناکس از یاری بد بیگانه شو بیگانه شو بال و پری پروانه را آتش نمی سوزد چرا خواهی اگر آتش دران پروانه شو پروانه شو از مهربان شاه التجا باشد مقصود دعا خواهی اگر این مدعا جانانه شو جانانه شو من در این آخر زمان رفتار میبینم عجیب همه را سرگشته و پرکار میبینم عجیب در یگان صحبت نمیبینم سخن از راستی همه را در منمنی ایار میبینم عجیب مادران در فکر مال شاهی کریپساتین دامادی بیچاره را افگار میبینم عجیب بود در خیر خدایی التجا بندگی شیشه امر کنون قطار میبینم عجیب افتیک خانان گشتن در روایت علما زان سبب به قدری بسیار میبینم عجیب گاوی فرد را میکند شخصی دلال گوساله‌دار بهر 50 تن چنین مکار میبینم عجیب مهربان شاه را نگه دار یا رب از خوف و خطر زان که خود را در میان عیبدار میبینم عجیب من سکندر نیستم فکری جهانبانی کنم نیستم داوود تا بر حشر خشکانی کنم نیستم موسی که من گیرم عصا در کوه تور طالبی دیدار بگردم من سخندانی کنم نیستم یعقوب من حیران بگیریم زار زار نیستم یوسف که تا در مصر سلطانی کنم نیستم جمشید من گیرم جهان را بزور مثل ابراهیم ادهم ترک سلطانی کنم یا محمد این حسینی را با محشر دست گیر من ذکر داری بدم اکنون پشیمانی کنم ای نوری چشم آدم مقصود خلق عالم مشکل کشای اعظم یا مصطفی محمد هر چار یار یارت جبریل وحی گزارت یزدان حق سپارت یا مصطفی محمد حمد ثنای سعید جانم فدای سعید من خاک پای سعید یا مصطفی محمد اندر زبان گویا در دیده ام تو بینا من قطره و تو دریا یا مصطفی محمد
ای جان من محمد ایمان من محمد در دیده و زبانم نور العلا محمد قاضی است در مدینه مشکل کشای مکه بیشک رسول پاک است نور خدا محمد معراج شد بنامد خلق جهان غلامد حق الیقین بدانم علم خدا محمد گر من خدا شناسم از گفته محمد زان است که سجده کردم خاکی ره محمد گفتار مهربان شاه نظم تو کردی انشا تکرار کرد همین را سیر خدا محمد تشکر زیاد به دقتتان یا طول قطعه که یک